به این بررسی ما خوش اومدی. امروز میریم سراغ یه موضوع واقعا نگران کننده. سلام. بله، موضوع خیلی مهمیه. جاکارتا پایتخت اندونزی داره به معنی واقعی کلمه غرق میشه. فکرشو بکن، فقط بین 1997 تا 2005 بیشتر از 4 متر رفته پایین. بله، این سرعت فرونشست خیلی زیاده و پیش‌بینی‌ها میگن تا 2050 ممکنه بخشای زیادی از شهر زیر آب بره. دلیل اصلیش چیه؟ ترکیبیه، درسته؟ آره دقیقاً. هم برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینیه که باعث فرونشست زمین میشه، هم بالا آمدن سطح آب دریا به خاطر تغییرات اقلیمی. و حالا برای نجات این شهر که خب 10 میلیون نفر جمعیت داره و یه مرکز مهمه، یه پروژه خیلی بزرگ مطرح شده. دیوار بزرگ دریایی جاکارتا. همینطوره، یه دیوار 35 کیلومتری که قراره 8 کیلومتر دورتر از خط ساحلی فعلی ساخته بشه. اما یه نکته خیلی عجیب این وسط هست. همزمان دارن یه پایتخت کاملا جدید هم میسازن، اونم خیلی دورتر. دقیقاً. این همون چیزیه که وضعیت رو خیلی خاص میکنه. نوسانتارا پایتخت جدید 1300 کیلومتر اون طرف تره. خب برگردیم به دیوار. گفتی قبلا هم مطرح شده بود ولی متوقف شد. آره، یه بار به خاطر هزینه‌های خیلی بالا و چالش‌های فنی کنار گذاشته شد، ولی خب دوباره احیا شده. هدفش چیه؟ یعنی واقعا میتونه جلوی غرق شدن رو بگیره؟ نه، کاملا. هدف اصلیش اینه که روند غرق شدن رو کمتر کنه. یه جورایی زمان بخرن برای شهر. متوقف کردن کاملش خب تقریبا غیر ممکنه با این شرایط. فقط کم کردن روند. عجب. پس این همه هزینه برای چی؟ گفتی هزینهش سرسام‌آوره. بله، خیلی زیاده. فقط برای 2 فاز اولش برآوردا بالای 11 میلیارد دلاره. 11 میلیارد دلار که گفتی معادل ساخت تقریباً 21 تا استادیوم بزرگه. آره، یه همچین چیزی. مقیاسش واقعاً بزرگه. تازه زمان ساختش هم کم کم 15 سال طول میکشه. شاید حتی تا بعد از 2040 هم تموم نشه. ساخت یه دیوار به این عظمت وسط دریا و اونم به این عمق، چالشاش باید وحشتناک باشه. همینطوره. مهندسای هلندی که خوب استاد این کارن دارن کمک میکنن. ولی انتقال این حجم مساله، ساخت سازه‌ها تو عمق زیاد، باید به فناوری‌های خیلی جدیدی نیاز داشته باشن، نه؟ شاید چیزایی که هنوز کامل توسعه پیدا نکرده. سازه‌های پیش ساخته غول پیکر یا قالب‌های عظیم. احتمالاً جرثقیل‌های خیلی بزرگ و متحرک، اسکله‌های عظیم برای پشتیبانی. چالش‌های مهندسیش واقعاً در سطح جهانیه. خب بحث پولش چی میشه؟ این 11 میلیارد دلار تازه فقط برای اولش از کجا میاد؟ یه ایده‌ای که مطرح شده اینه که کنار پروژه جزایر مصنوعی بسازن و زمین‌هاش رو بفروشن تا بخشی از هزینه جبران بشه. ولی همونطور که اول گفتیم این قضیه پایتخت جدیده خیلی مسئله رو پیچیده میکنه. آره دقیقاً. دولت اندونزی داره همزمان حدود 34 میلیارد دلار، یعنی تقریباً 3 برابر هزینه اولیه دیوار،
خرج ساخت نوسانتارا میکنه. خب این واقعاً گیج کننده است. یعنی هم دارن یه سرمایه گذاری عظیم روی دیواری میکنن که فقط مشکل را عقب میندازه و هم دارن یه پایتخت کاملاً جدید میسازن. این استراتژی دوگانه یکم عجیب نیست؟ چرا؟ خیلی ها هم همین سوال رو دارن. انگار یه جورایی دارن روی هر دو گزینه شرط بندی میکنن. شاید نشون میده که خودشون هم به موفقیت قطعی دیوار یا آینده بلند مدت جاکارتا خیلی مطمئن نیستن. پس ممکنه آینده دیوار تحت شعاع پایتخت جدید قرار بگیره؟ خیلی محتمله. اگه پروژه نوسانتارا با سرعت پیش بره و موفق باشه، شاید دیگه انگیزه یا توجیه کافی برای ادامه پروژه فوق‌العاده پرهزینه دیوار دریایی وجود نداشته باشه. ممکنه دوباره متوقف یا حتی لغو بشه. پس جاکارتا انگار توی یه برزخ گیر کرده. یه شهر مدرن و مهم که داره غرق میشه و 2 پروژه عظیم و پرهزینه همزمان در جریانه. یکی انگار برای نجات موقتش، اون یکی برای جایگزین کردنش. دقیقاً وضعیت خیلی پیچیده‌ایه و اینجاست که یه سوال اساسی برای شما که شنونده هستید پیش میاد. چه سوالی؟ اینکه با توجه به این چالش‌های فنی عظیم، هزینه‌های واقعاً سرسام‌آور و اینکه یه گزینه جایگزین یعنی پایتخت جدید روی میزه، آیا واقعاً منطقیه که این همه پول و انرژی صرف ساخت دیواری بشه که بهترین حالتش فقط خریدن زمانه؟ یا شاید این فقط یه نمادی از تلاش بشر برای مقابله با طبیعت و تغییرات اقلیمی، حتی اگه راه حل نهایی نباشه. دقیقاً. آیا این یه تلاش منطقی برای حل مشکله یا بیشتر یه جور نمایش قدرت و تقلای ناگزیره در برابر چیزی که شاید دیگه نشه متوقفش کرد؟ این سوالیه که فکر میکنم ارزش فکر کردن داره.